لیلام یک چیزی است که مردم فریب دادن است. ما لیلام چرا یک نفر همه روزه لیلام میکنه این گپ میگم هر روزی در توان نمیباشه. یک سنای موتر که اگر شما این استاد بکنین همزمان خودش یک گوشاری که می همزمان خدا گل میکنه. آن گل شد این ببینید که دو بجای گل شد و حرکت بکنین حرکت میکنه. هوشمند است موتر، هوشمند است. 6 سیلندر است موتر، بسیار یک چیز خاص است. در بازار خب 8500 9000 قیمت میکنه، ما 8000 میره قیمت گفتیم با جور آمد یک چیز جور آمد پلت جوا سری داره. بله ما یک دانه موتر به قرعه کشی اینجا میمانیم و انشالله که با شب عید یا چهارم عید ما این موتر به قرعه کشی میگذاریم. پیشرویش است به حساب سنسورایی که داره اتوماتیک. اگه موتر پیشرویش می آن واید خودش بریک میزنه. به نظر ما که یک روز آدم توان کنه، 2 روز توان بکنه، سال از 12 ماه توان کردن نمیتونه. بنابراین اون گپ دروغ است. همین ویلکپایش هم زیاد مردم خوش میکنن. ویلکپای شمشیری است و اصطلاحی هم مثلا 2 گیر داره، اتومات است هم گیر و موتر است که در کابل بسیار نظیرش کم است. به نام خالق یکتا و به همتا، هموطنان عزیز سلام. خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشه. در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنه شب روز خوب خوش داشته باشید. خوشحال هستم از اینکه باز هم حنیف نبی‌زاده در خدمت شما دوستان در قرار گرفتیم و قسمی که میبینه در موتر فروشی هستیم. در یکی از موتر فروشی های یکی از دوستای ما آمدیم به نام حاجی صاحب پروانی. نام خدا میبینید که بسیار موترهای زیبا و مدل بالا در اینجا هست. دیگه میریم میبینیم که بازار موتر فروشی ها در چی وضعیت قرار داره و کدام موترها هموطنان عزیز ما کدام موترها را خوش میکنن، کدام موترها زیاد وارد میشن. خوشبختانه که خود حاجی صاحب هم است. میریم انشاءالله صحبت‌ها را همراه حاجی صاحب ادامه میدیم. در ادامه شما ما را همراهی کنید دوستان عزیز. السلام علیکم. حاجی صاحب دربار خوب است؟ بخیر است؟ خیراتی قربان سلام الله. خوب است؟ بخیر است؟ خیراتی سلامت باشید. حاجی صاحب خان خوب است؟ روز بخیر بگذره قربانتان سلامت باشید. یک معرفی کنه خدا به دوستای ما. حاجی عبدالخالق پروانی هستم، مسئول موتر فروشی نصرتی. بسیار خوب بسیار خوب. چی گپ است؟ روز بخیر بگذره. تو بازار موتر فروشی ها چی وضعیت قرار داره؟ الحمدلله بازار موتر فروشی خوب است. قربان الحمدلله خوب است. قربانتون شکر الحمدلله. حاجی صاحب خان واس نام خدا خوب موترهای زیبا و مدل بالا و دیدیم استاد بود. ما دوستای ما اگر معلومات بدی که فعلا کدام موترها زیاد در افغانستان وارد میشه، هموطنای ما کدام موترها را زیاد خوش میکنه، بازار کدام موترها فعلا زیاد خوب است؟ والا موترها خود مجموع کل موترها هر کس با توانمندی خودش موتر میخره. موتر حالا یک شرایط اومده که هر کس برابر جیبش موتر میخره. یک نفر $2000 داره، با $2000 هم موتر است، با $1,00,000 هم موتر است. دوستا با مد توان خود موتر میخرن. موترها فعلا موترهایی که دست ژاپن است، اشترینگر است، به خاطر که مصرفش کم است، موتر برقی است. اکثریت دوستا خوش دارن به اینکه موتری که است که نو هم است و از ضمنش
مصرف تیلش کم است به واسطه موتور رو خوش میکنه. قربان سلامت میشه سابقا با نیاترای موتورای ژاپنی وارد میشن دیگه. بله با ژاپنی وارد میشه و موتورای حساب از کانادا می از جرمنی می موتورها در مجموع هر رقم موتوری که تقاضا دوستا باشه مردم تاجرای ما هستن اینو وارد میکنن. خب موتورای یک کلی ها هم زیاد وارد میشه قبلا موتورای یک کلی زیاد وارد یک میشه. کلی فعلا بند است. موتور یک کلی کسی اسناد نمیتن و دولت امارات اسلامی موتور یک کلی را بند کرده. اما موتورایی که پلیت و استیکر داره امونا هست هم خرید فروش هم میتونه. قسمت که میبینید فکر کنم کدام معامله هم دارین شما. اجانا یک موتور که دوستای ما آمدن پیشتر خریدن دمو اصلا که ختم رو نشتن میکنن موتور خرید. دوستای نیز ما بسیار خوب وقت رسیدیم که اینا دوستای که موتور معامله کرده که اینا در او حتما مسئولیت حق داریم دیگه. حتما قربان دوستای بخوان اگر یک نفر از دوستا رو معرفی کنی که از موتورایتان دیدن کنه و زندگی ما ببینن. یک داداش خودم برات معرفی میکنم و یک داداش از امیر جان براتون در بیرون موتور رو براتون به معرفی میگیره. یلا مهربانی. قربانتان لطفا. خب دوستای عزیز بریم ببینیم حدیث صاحب لطف میکنم موتور رو ما نشان میده شما هم بیننده باشین. یک موتور برقی داریم اینجا 2018 رنگ سفید این موتور است و یک موتور کراون است 2008 و یک موتور پرس 2020 رنگ جگری فول آپشن و یک موتور جیپ داریم اینجا بسیار یک موتور بسیار عالی و 6 سیلندر است. موتور بسیار یک چیز خاص است و استرینگ و چیز از ژاپن است دیگه با موتورهای ما این موتور امسال با داخلایشون خود نمیتونن بازار ها چرا نه کلیاش هست میتونن ببینن. این موتور 2016 با پلیت جواسایت برقی است. دوستان امانه که این موتور اکثر دوستا میگن که این موتور در 60 در برق است. نه اینا 60% موتورای است که در 60% در برق است 40% در تیل است و اینکه در 100 کیلومتر 4 لیتر اینا تیل میخوره و 4 لیتر تیل میخوره بقیش به حساب برق است. اما هموطنای ما باندگه چیز فکر میکنن تا 60 میل نه اصلا تو نیست. اصلا این خوب هم اتومات میکنه خود هم در برق و هم در تیل. در 60% در برق است 40% در تیل است. مثلا در 100 کیلومتر شما که در موتورهای برقی سفر داشته باشین در 100 کیلومتر 4 لیتر تیل هدف از مصرف است. بله در مصرف 40% در تیل است. میاره شما دیدین که این دیگه پس شما فکر میکنه که نه تا 60 میل میگم سلو برو که در برق برو. نه اونطور یک چیز نیست. به خاطر از اگر به اون شکل باشه که مجبور تانگای تیل قایم شه. قیمتای نگفت چی قیمت از این موتور سه در بازار خب 8500 9000 قیمت میکنه. ما 8000 میره قیمت چه گفتیم با جور آمد یک چیز جور آمد. پلیت جواسری داره. بله باز جیپ که گفتی قیمتش نگفت. قیمت از 18000 است. پلیت جواسری قانونی است. بله و این موتور است پاسوی 2021 پلیت جواسری داره. موتور است که کو داره. موتور نو موتوری است که در افغانستان نچلیده. پلیت جواسریش گرفتگی است. موتوری که بسیار پاک ستره. با قیمت از 6500 است. زیر 6000 برای فعلا برای اصلا ما لیلام نداریم. ای که دوستان میگن لیلام بسیاری میگن اینجا پیش ما که شما چرا موتور لیلام نمیکنید. ما میگیم که لیلام یک چیزی است که به نظر شخصی ما البته لیلام یک چیزی است که مردم فریب دادن است. ما لیلام چرا یک نفر همه روزه لیلام میکنه این گپ هر روزی در توان نمیباشه. هر کسی که کاروبار میکنه طبعا منافع خودم در نظر میگیره. دوست ما هستن بسیار دوستای ما رو ما میبینیم موتور فروش هستن لیلام میکنن. لیلام یک بار یک نفر لیلام میکنه 2 بار لیلام میکنه. او یک علت داره که یا موتورش خراب میباشه یا موتور خود از اینجا مثال انتقال میته موتور خود لیلام میکنه. وی که هر روز متواتر لیلام باشه لیلام به نظر ما که یک روز آدم تاوان کنه 2 روز تاوان بکنه سال از 12 ماه تاوان کده نمیتونه. بنابراین اون گپ دروغ است. این موتور ما 2017 است برقی است پلیت جواسیر داره. قیمت از این 8500 پس جور آمد هم داره. این موتور ما 2014 است رنگ سیاه پلیت جواسیر استیکر کابل است. قیمت از 6500 است. 14 ایتیویتو است کمپانی ایتیویتو است و این موتور ما هم 2014 است پلیت جواسیر داره. این هم 6500 قیمت داره. و این موتور ما یک موتور بنز داریم
همین کلیای موتور را برید دروازه موتور را بسنید. یک موتور 2013 بنز است 4 سالن پلیت کابل داره و این موتور ما اگه بگویم که نظیرش بسیار کم است به خاطر از اینکه این موتورهای ما آپشن بسیار بالا داره فول آپشن است مدلش 2013 است اشترینگ ژاپن است پلیت جواسر داره این چیز از بنز است قیمت چند گفته؟ قیمت از 11000 است با جرم است این موتور ما جگوار نام داره از کمپانی انگلیس است موتور بسیار ثابت آپشن بسیار بالا داره و مدل از 2013 است 4 سیلندر است دبل توربو رنگ سفید پلیت کابل استیکر پلیت جواسری کابل داره قیمت 13000 است جرامت داره البته بسیار خوب بسیار خوب و یک موتور دیگه داریم لکسس است مدل از 2010 شیپش 16 و پلیت کابل منفی 5 قیمت از 12000 است با جرامت رنگ سیاه آپشن بسیار بالا تبدار تنظیفدار و موتوری است که دیگه موتور خاص معلوم میشه دیگه انشالله خداوند اون من میتونیم بله میگیرید تا خداوند بله میکنه الهی آمین یک موتور 2013 برقی لکسس و آپشنش فول آپشن است پلیت استیکر کابل است و این موتور عین شکل موتور برقی دیگه ما داریم و مصرف از 100 کیلومتر 4 لیتر تیل مصرف شد و موتور که بسیار ستره پاک صفا به نام لکسس سیتی میگن مدلش 2013 است قیمتش هم $9500 است با جرامت شما خالص با لیلام نداره نه ما لیلام نداریم اصلا لیلام نداریم لیلامایی که در بازار است بسیاری دوستان ما که لیلام میکنن ما میره گفتیم که لیلام اقلا یک روز دو روز یک نفر توان میکنه هر روز لیلام کردن به نظر ما یک نفر اگر شریک بانک هم باشه او آدم نمیتونه که کار بکنه اصلا این کاری است که در چشم مردم بساب خاک زدن است فریب دادن مردم است تو ما یک سال میشه که ما میجب میبینیم که لیلام زیاد است اکثریت دوستای ما که موتور لیلام میکنن درست از یک موتور استثنا است که یک نفر با پول ضرورت می داشته باشه او را میتونه که لیلام بکنه و متواتر موتور خود لیلام که یک نفر نمیوله ما اینجا موتورای ماست نمیتونیم که کل از تاوان بکنم اگر ما یک دونه زیر پول کار می داشته باشیم میری لیلام میکنم و متواتر نمیشه که ما کل موتور فروشیم موتور 100 دانه موتور زیاد مرصد زیر لیلام بکنم اصلا این لیلام نیست این فریب مردم فریب است که مردم آدم فریب میده قربان شما با تخمینی در هفته چند موتور یک گپ دیگه بر شما بگویم ما ان قریب یک برنامه داریم که ما یک موتور به قرعه کشی میمانیم یک موتور به قرعه کشی میمانیم که کسایی که از ما موتور میخره شامل قرعه کشی میشه و هر کسی که از ما میتونه موتور بخره ما یک موتور را در نظر گرفتیم که ان قریب موتور بخیر میگذاریم اونجا و دوستای ما که میتونن از موتور خریداری بکنن شامل قرعه کشی شون و دوستایی که مثال میتونن که با 500 یا با 1000 افغانی میتونن که شامل قرعه کشی شون ما به خاطر از اینکه یک دوست ما آرزوی از این داره که ما یک موتور داشته باشیم ما بتونیم یک خدمت اقلا کده بتونیم برای دوستا ما یک دانه موتور به قرعه کشی اینجا میمانیم و ان شاء الله که با شب عید یا چهارم عید ما این موتور به قرعه کشی میگذاریم که دوستای ما مطلع باشن و این یک نوآوری است که هدف ما این نیست که نوآوری هم گفتن نمیتونیم به این که ما میخوایم که دوستایی که آرزوی موتور دارن که اقلا یک جوانی که میخواد موتور داشته باشه و توانمندی از این نداره که یک موتور بخره و ما بتونیم که یک جوان یک فامیل بتونیم خوشبخت بسازیم با 500 افغانی یا به 1000 افغانی یا یک کسی که موتور میخره شامل قرعه کشی شود که بتونه یک موتور از نمایشگاه ما به حساب تحفه ببره یعنی چه رقم میتونه که در شامل قرعه کشی شود قرعه کشی ما تو شکلی است که ان شاء الله ان قریب ایره برتون میگیم که
ما کسی که اگر موتر اینجا میخره شامل قرعه کشی میشه این هست و کسی که مثال یا امیر سرش تابل تثبیت نشده که یا 500 افغانی یا 1000 یک روند برای جور میکنیم که یا 500 است یا 1000 افغانی نه فکر کنین 1000 با 1000 افغانی شامل قرعه کشی میشه بله تکت برشان میتیم در مزار مطبوعات اینجا او را برشان به قرعه میمانیم که بیان دوستایی که مثال از مطبوعات هستن اینا بیان ببینن که یک قرعه کشی شفاف یا قرعه کشی که عادلانه که اصلا این برای اعضای موتر فروشی ما این نیست برای مردم بیرون است که موتر میخرن و کسایی که آرزوی زیر دارن که ما یک موتر داشته باشیم ما بتونیم برای اونا یک لبخند شوید برشان داشته باشیم که اونا یک آرزوی یک جوان ما بتونیم پورا بسازیم. قربانتان سلامت باشین. خدا کنه زندگی باشه که دوستای عزیز ما هم بتونیم بیایم از قرعه کشی و دوستای براتون برنامه بگیرید و ببینیم که او خوشبخت و خوششانس کی است که این جایزه را میبره. توکل به خدا. با امید از اینکه آرزوی ما است که کسی که موتر نداره همون موتر داشته و قرعه خدا کنه که برامون برای که او صاحب موتر شود. قربانتان خدا مهربان است. بخیر. خب یک چند موترت بسیار معرفی کردیم در اول که مو میریم بیرون در موترهای دیگه هم داریم خیر از بیرون میریم از این میبریم موترهای بیرون براتون معرفی میگیریم از موتر که خوبتر میگیریم. خب این موترکتان این موتر ما فرونر از 2011 شیپش از 2020 و این موتر داخلش دو سیت داره. موتر رنگ سفید شکری رنگ بگویم است و این موتر ما قیمتش 22000 است با جور آمد و این موتر ما 2014 است 3 سیت و موتر 2014 رنگ سیاه و پلیتش واسه رو پلیتش منفی 5 یا موتر پلیتش منفی 5 و این به قیمتش به 26000 است و برای 22000 است یا پلیتای قانونی بله نیو موتر دیگه ما هم که از پلیتای قانونی دارن و غیر قانونی نیست. موترای ما پلیت موقت است. استیکر است. نه اصلا پلیت شده. یکی استیکر است بعد یکی پلیت شدگی است. پلیت قانونی است پلیت موقت و اینو پلیت دومی است. یا خدا می‌دونه. این موتر ما 2 سیت داره رنگ سیاه مدلش 2014 26000 قیمت است با جور آمد و موتر آپشن یک پاش هم سر آپشن بالا و داریم داخل دیگه موتر هم است. این یک موتر ایلکس داریم مدلش 2008 است رنگ ازی سفید پلیتش منفی 3 این موتر ما با 12000 قیمت است با جور آمد. بریم این موتر ما صرف است مدلش 2004 است قیمت از این است به 13500 با جور آمد پلیت منفی 6 و اون موتر ما 2008 است قیمت از 16000 است و اون موتر دیگه ما 2008 است اوربینر است رنگ سیاه پلیتای منفی 5 و قیمتش به 18000 است. اون موتر ما نرخ جور آمد داره قطعی نیست جور آمد داره. باقی موترهای ما را سمیر جان براتون معرفی میکنه دوستان میتونن دیگه آدرس ما تشریف بیارن. بخیر سلامت باشین سمیر جان دیگه باقی موترها رو براتون به معرفی میگیرم. مهربانی کنید. خوش آمدید. بفرمایید الله. حیات یک کار کو که هر موتر که معرفی میگیری واکو آپشن یا داخل سامخالی سر ما با زحمت نساخته چون سفید بود خودت طویل است فقط ببینندای ما ببینم. این فیلتر اکسوس 2010 است. بله. پلیتش کامل است. دیگه قیمتش 6400 است. همین کلیای میره بگو بیار که داخلش هم میخوای ببینم. دیگه این موتر که دیگه تو فکرم آورد به داخلش هم دیگه میتونی که چک کنی یک ذره از این طرف میتونی ببینی. فلدر اکسوی 2010 است دیگه شیپش 2010 است
دیگه پلیتاش گرفتگی است، قیمتش 6400 روپیه است. استیکر است. استیکر است، استیکر است، پلیتاش گرفتگی است، پلیتای کابل است. قیمت چند دیگه است؟ قیمتش 6400 است، جورامت باز داره. انشالله خواه موتر جورامت داره دیگه انشالله. دیگه داخلش آپشنش اون اتومات است و دیگه این یگان چیزا داره. قربانت سلامت. زیادتر همی جوانای ما هموطنای ما که میان کدام موترها را زیاد خوش میدارن؟ امی جوانا که میان خب نظر به شوق و علاقه کسته، حال بیشتر جوانا به سن سال ما مارکس و موتر مارکس همراه موتر کراون یا خوش میکنن. دیگه ما یک مارکس هم داریم، دیگه پلیت کابل است، قیمتش 7500 است، جورامت داره، 2010 چیپش 14 است. اگه داخلش هم میگیری که بیا بریم بگیر. پلیتاش گرفتگی است، داخلش هم میتونی بگیری 350 جی است دیگه، یعنی سرعتش نام خدا بسیار زیاد است. 4 سلند است 6 سلند. 6 سلند است این موتر دیگه، قیمتش 7500 روپیه است. خودت چرا موتر خوش داری؟ همین موتر خودم است، امیر خوش دارم. همه خودت پرسان کردم. دیگه پالیش بی ام دبلیو است. پالیش بی ام دبلیو است، رنگش شوبی است، رنگش بسیار خاص است. 2012 است. دیگه قیمت از از 5500. پلیت 4 سالند است، یک ذره کم مصرف است. پلیت نخواه. پلیتش گرفتگی است، پلیتش کابل استیکر است. موتر بسیار نو است، موتر کانتینری است. داخل بیرونش بگیری اگه میگم ما ماست کنم دارم. بیا از داخل هم یک بار بگی. بعضیا امی واقعیت امی شیپش خوش میکنه، بی ام دبلیو از سابق بسیار چیز داره، کشش داره از مردم. دیگه اینمی بسیار تا پنتوان قدر زیاد نیست. اوکی. یکی مردم میگه که پرزیش کم یافته. نه پرزیش کم یافت تا قدر هم نیست، یافت میشه. خب منتها کم آورد نه. کم آورد است، بسیار کم آورد است. این موتر که ما موتر مارکس است، 2005 است، رنگش سفید است، لیدر سیت است، داخلش هم زرد است، پلیتاش گرفتگی است، دیگه پریمیم 300 است. نام خدا از لحاظ شیپ ویلکپایش هم زیاد مردم خوش میکنن، ویلکپای شمشیری است و اصطلاحی هم دیگه موتر بسیار شیپ خوبش داره، قیمتش است 4200 جورامت هم داره. بسیار خوب. رنگش بهتری رنگ اول است، دیگه رنگش سفید. رنگ زرد است، رنگ سفید است، داخلش زرد است، لیدر سیت است. دیگه نام خدا موترک بسیار موتری است که گفتم پریمیم است، 300 است. بله. موترک بسیار موترک ستره است. دیگه جورامت داره. هر کس که میگه آپشنش کدام آپشن ها داره؟ آپشنش فول آپشن است. فول آپشن است، داخلش هم میتونی بگیری. فول آپشن است. دیگه نام خدا موترک بجور موتر است. قربانت سلامت. یک موتر که بنز داریم، ایره براتون برنامه‌اش میگذاریم، میبینیم در داخلش میشینیم، میبریم یک ترایم میکنیم و دوستان ببینن معرفی شد در داخل موتر میکنیم. خب دوستان یک موتر کادی صاحب گفت داخلش میشینیم و یک گردام میزنیم و آپشن‌های گپایشون براتون معرفی میکنم. نام خدا. یک موتر مدلش 2013 موتر بنز و موتری است که آپشنش بسیار بالا و اگر بگویم فول آپشن و سیستم وایزی بسیار هم گیر است، هم مثلا دو گیر داره، هم اتومات است، هم گیر و موتری است که در کابل بسیار نظیرش کم است. مدلش 2013 پلیت قندار و فول آپشن موتری که دبل لیکو داره. موتر برقی اگر بگویم نیمه برقی، مصرفش بسیار کم است و موتری است که در یک جایی که استاد میکنی این خود از همزمان خود گل میکنه. موتری است که در یک مثال اشاره میه، در قسمت اشاره موتر خود جای به جای گل میکنه و موتر هوشمند است و سیستم هایی که در پیشرویش است به حساب سنسرهایی که داره. اتوماتیک اگر موتر پیشرویش میه آن واحد خودش بریک میزنه. موتری است که دیگه از آپشن گپایش هیچ گفتنی نداره. موتر بسیار لوکس و همه چیزش
چیزی است که در کابل نظیر بسیار کم است. قربانتون خب هم گردام میدنید هم میریم یک طرح یک چکر هم میدیم که ببینیم که چطور است. دوستای عزیز حاجی صاحب گفت این موتر یک گردام میدنیم حالا شناوی گپایتان خبرتان معرفی کرد. نام خدا واقعا که این موتر که 4 زیبا. سالند است. توربو داره. موتری است که از لحاظ سیستم کمپانی بنز است و موتر بنز خو من فکر میکنم در جهان یک موتری است که همه گیر خوش داره. بله و از خصوصیات بسیار فوق‌العاده برخوردار می باشه این موتر و خوبی از این که است دیگه واسه گفتن دیگه لازم نیست که ما بگیم خودش نمایان از دیگه گفتن نیست. 4 سالند این 4 سالند توربو دبل اکو بله که مصرف تیلشون بسیار کم است. موتری است که از هر لحاظش قابل از این است که آدم سرش حساب بکنه چون مصرف از این بسیار کم است. موتری است که تیل و گپایز بسیار مصرف تیلش کم است. با قیمت از این چند است؟ قیمت از این $13,000 است. خب ما با جورآمد داره انشالله که از این رنگ نقرهش در داخل نمایشگاه دیدین و این هم رنگ سفیدش است. یک کمک که تو موتر تفاوت داره دیگه چیز نداره. این موتر که اگر شما این استاد بکنین همزمان خودش دیگه گوشاری که می همزمان خدا گل میکنه. آن گل شد این ببینید که جای به جای گل شد و حرکت بکنین حرکت میکنن. هوشمند است موتر، هوشمند است و موتر پیش یادم اگر موتر به خودش جای به جای بریک میزنه. خودت آدیش باز چه رقم موتر خودت داری که زیر پای خودت باز؟ ما والا همین موترهایی که نو آمدن یا خوب است، مصرفش کم است، موتری است که نو هستن. خب در مجموع موتر خوب هر کس ذوق خود دارد و موترهایی که مورد پسند ما است موترهای نو است که آمده، موترهای کم مصرف، موترهای آپشن‌های بسیار خوب دارد. این موترها را ما خوش دارم. دست پاکستان آمد نه؟ این اصلا نام پاکستان نه، اصلا این دست ژاپن، دست راستی دست اصلا ژاپن است. ژاپن است منتها این موتر مردم ما به نام دست پاکستان تو میشناسه و اصلا دست پاکستان نیست چون پاکستان یارد چیز نمیکنه یا موتری است که موتر ژاپن است. این موتر هم به فرمایش ژاپن است. یعنی ما دنای دویم تا بالا که من دست را تشکر انگلیس باشه. است این به فرمایش انگلیس است. این موتر بر کشور بساب برشان جور میکنن به فرمایش. حالا اکثریت موترها فرمایش دبی می باشه، ببخشید فرمایش کانادا می باشه، فرمایش امریکا می باشه، فرمایش پاکستان می باشه. هر کشور برای امروز ذوقش برشان موتر تیار میکنن. کمپانی که معتبر است اونا برشان موتر تیار میکنن. قربان تو این طریقا یک جهان سپاس نزدیک وقت دادین، وقتتان صرف ما کردین، زحمت کردین، لطف کردین، دانه به دانه موترایتان را به ما معرفی کردین. یک جهان ممنون. بسیار خوش آمدین. بازم ازتون تشکر میکنم که آمدین اینجا شما همراه ما مصاحبه کردین. بازم تکرار میکنم آدرس نمایشگاه ما را هتل شام پاریس، منزل اول، چهارراه سرسبزی، نمایشگاه نصرتی. بخیر و سلامت باشید. مهربانی کردین. جان بخیر باشید. خب عزیزان دل، تشکر از اینکه تا این دم بیننده برنامه ما هستین و بودین. ناگفتن امانه که چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک، شیر و فراموش نکنین. برنامه های ما را با دیگر دوستان اقاربتان شیر کنه تا اونا هم از دیدن و تماشای لذت ببرن. این بود برنامه امروزی ما که تقدیمتان کردیم. تا برنامه آینده شما را به الله بی نیاز میسپارم. شب روز خوش داشته باشید. حیام و کامتان باد.